در نشست در ژنو وضع زنان تاجیک را بررسی کردند که قانون با آنها چی حق داده است اما در اصل چی سرنوشت دارند. دسترسی زنان به کار، مبارزه با خشونت، امکان شرکت در انتخابات و مشکلات دیگر هم از زبان مقامات و هم حامیان حقوق صدا داد. همکار ما کیومرث عطا این جلسه را پیگیری کرد و حالا با ما در استودیو است. کیومرث، نکته های مهمترین در این جلسه چی بودند؟ سلام مومن به شما و بیننده های عزیز. بحثی اساسی درباره حق و دشواری های زنان تاجیک در نشست کمیته سازمان ملل در ژنو روز 31 ژانویه صورت گرفت. در آن گروهی از منصبداران تاجیک از جمله وزیر عدلیه، وزیر کار و مهاجرت، مشاور پرزیدنت و دیگر منصبداران شرکت کردند. مقامات تاجیکستان بیشتر از پیشرفت‌ها میگفتند، مثلا قبول قانون ضد خشونت خانوادگی، افزایش معاش، حضور بیشتر دختران در دانشگاه‌ها، افزایش زنان صاحبکار و مبارزه با قاچاق انسانات دلیل می آوردند. ولی اعضای کمیته ضد تبعیض زنان به نمایندگان تاجیکستان چند سوال وزنین هم دادند، مثلا از حبس ژورنالیست و حامی حقوق الفت خانم محمدشایوه و دسترسی او و دیگران به مرافعه های عادلانه پرسیدند. در جواب ما دیدیم که عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اول وزیر امور داخلی، گفت که او گویا توسط شبکه‌های اجتماعی مردم را به بی‌نظمی دعوت کرده است. اگر به یاد داشته باشید مومن، الفت خانم محمدشایوه سال 2022 همگی چند ساعت پیش از بازداشتش گفته بود که هیچ جنایت نکرده است و یگان گناه هم ندارد، اما دادگاه او را به 21 سال زندان محکوم کرد. کیومرث، درباره مبارزه با خشونت در عائله هم بحث صورت گرفت. طرف‌ها چی گفتند و چی شنیدند؟ بله، قسم زیادی بحث در همین باره بود. مقامات گفتند که در تاجیکستان قانون درباره مبارزه با خشونت خانوادگی پرره تطبیق و اجرا می شود و در 5 سال گذشته به گفته آنها در دادگاه‌های کشور بیش از 2800 پرونده بررسی و سببگاران خشونت جزا داده شدند و آنها گفتند که اکثر همین خشونت کرده ها خویشاوندان قربانیان بودند. این نکته رو هم باید گویم که روز 29 ژانویه، یعنی پیش از برآمد مقامات، نمایندگان سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان هم در جلسه دید خود را به وضعیت زنان در کشور بیان کردند. مثلا آنها گفتند که در تاجیکستان شمار پناهگاه‌ها برای زنان خشونت دیده بسیار بسیار کم است. یک تاکید دیگر این بود که با وجود چاره‌هایی که برای حضور زنان در اداره‌های دولتی دوام 20 سال اخیر گرفته شدند، تا حال در هیچ یکی از ساختارهای دولتی از مقامات حضور 30% زنان تامین نشده است. تشکر. همکارم کیومرث عطا بود با مهمترین نکته های جلسه سازمان ملل در ژنو که وضع زنان تاجیک را بررسی نمود.